سلام و عرض ادب ملت ایران. من از سن 2 سالگی آمریکا بزرگ شدم. من همه پالیتیک و این آمریکایی ها و این سگ جهودای اسرائیلی ها خوب بلدم و واردم. نترسین، نذارین گولتون بزنن. اینا الان دارن با شما یه بازی میکنن به نام psychological warfare. psychological warfare یعنی بازیای روحی روانی. میخوان شما رو هم بترسونن هم از داخل شما رو بشکنن که اینطوری پیروز بشن. درسته اینا به ما حمله کردن، ما آمادگی نداشتیم، جاسوس وطن فروش کثافت ایرانی داخل ایران داشتیم، آدم کشتن، سردارامونو کشتن، بزرگامونو کشتن، ولی ملت ایران بایستی مقاومت بکنه، سرش بالا باشه و گردن کلفت از میدان بیاد بیرون. دارن الان بازی psychological warfare روحی روانی با شما